خوشبختی است که برای مردم هر یک ملت خصوصا با این ملت سربلند تاجیک وحدت ملی لازمی است. وحدت و استقلال این دو چیز است که یکدیگر را پوره میکنند. برای رشد ورزش در جامعه باید عامل‌های اساسی تامین کرده شود. یکی از عامل‌ها و نیاز اساسی که ورزش می‌خواهد این صلح و وحدت میباشد. و ما ورزشگران امکانیت اشتراک و معرفی نمودن کشور عزیزمان را در عرصه جهانی داریم. امروز وحدت ملی برای ما زنان امکانیت‌های داد که ما توانستیم در همه ساحه‌ها، نه تنها در ورزش و در بسیار ساحه‌ها سهم خود را بگذاریم. سال 1991 دولت ابرقدرت اتحاد شوروی برهم خورد. چون همه ساختارهای دولتداری کشورها در ارتباط به همدیگر بنیاد یافته بودند، ساحه ورزش هم به پریشانی رفت. در تاجیکستان آن زمان اکنون فضای دیگر حکم می‌راند. استقلالیت نیز زیر سوال مانده بود، چون که جنگ شهروندی طرف اوج می‌گرفت. بنابراین در اینجا خوشبختانه یک عقل ازلی تاجیکانه که پیشوای ملت ما پرزیدنت کشور آن وقت رهبری دولت داشتن توانستند که در ابتدا برای به وحدت رسیدن چقدر کوشش کنند. در حقیقت ما نسل همون وقت شاهد هستیم که چقدر جانبازی ها میکردن، چقدر سفرهای خفناک میکردن به دولت های همسایه که حتی رهبران دولت های همسایه به خطری خودشان را تامین کردن نمیتونستند. ما زاده کوهساریم و ما هر سال در وادی‌های زرافشان، در کوه‌های زیبا منظر شهرستان، در کوهستان مسجد، در دهه لنگلیف در آنجا تمرین میکنیم و با دوای خیلی خوب میگیریم و تیاری جسمانی را در آنجا میگیریم. کامرانشاه استوپریان جودوچی تاجیک که از روی وزن خود در رده‌بندی عمومی جهانی در جای هشتم می باشد. در تاریخ جودوی تاجیک بار اول با او میسر شده است که عنوان قهرمانی آسیا را صاحب شود. کامرانشاه 2 سال پس در هم، یعنی سال 2016 و 2017 عنوان قهرمانی آسیا را به دست می آورد. پیروزی آخرین وی در این رشته ورزش در گرانپری انتالیای ترکیه می باشد. تمام دستاوردهای خود را کامرانشاه و فضای آسوده کشور و وحدت ملی منسوب می‌داند. وقتی که این ملت سربلند تاجیک با وحدت رسید، من هنوز 4 سال داشتم و من نمی‌فهمیدم که این چی مفهوم دارد و درک می‌کردم که این وحدت ملی از خانواده، از پدر، از والدین احساس میکردم که یک چیزی خوشبختی است که برای مردم هر یک ملت خصوصا با این ملت سربلند تاجیک وحدت ملی لازمی است. بعدتر وقتی که کلان شدم و احساس کردم و فهمیدم که مفهوم وحدت ملی در چیست و شکرانه میکنیم که ما امروز در مسابقه ها هم دولت خود را هم ملت خود را نمایندگی میکنیم.
ما امروز نامی سید مومن رحیمов زیبانیسا رستمov و ابراهیم حسنov را همچون نامبرداران شرف ورزشی تاجیکستان با افتخار و احترام به خاطر می‌آورم. ظاهرا هر کسی که سلامتی میخواهد و زیبا و پرقوت بودن نه در مکتب و نه در کارخانه و نه در بریگاد کلخازی از سپورت رو نتابد. در آن زمان جمله ورزشکاران 15 جمهوری که در هیئت یک مملکت با نام SSR زندگی می‌کردند زیر لوای همان دولت برآمد می‌نمودند. اما امکان راه یافتن در مسابقات بین المللی خیلی محدود بود. ورزش‌های معمولی دور گشتن سامبو، فوتبال، قایقرانی، ورزش سبک، کمانبری و دیگر نمودها به شمار می‌رفت. در مقیاس جمهوری‌های اتحاد چمپیونات‌ها می‌گذشت. تنها در صورت پیروز شدن در چمپیونات اتحاد شوروی ورزشکاران به مسابقات بین المللی راه می‌یافتند که این کاری سهل و آسانی نبود. در اینجا نه قوه بازی و چقانی بلکه عقل و ادراک لازم است. وقتی که در هیئت شوروی برآمد میکردیم اصلا به هیئت دستی یکچین شوروی شامل شدن ورزشکاران بهترین ما مانع‌های صنعی نهایت زیاد بودند. قریب که نمیموندند. ببینید که سال 1975 تنها به شادروان استاد سید مومن رحیمov میسر گشت که قهرمان جهان گردند. در همان در نهایت پهلوان خوب بسیار بودند. نهایت بسیار بودند. ما در چندین مسابقه‌های جمهوری عمومی جمهوری سابق شوروی برآمد میکردیم. باور کنید هنگامی به بسیار میشد که همه ورزشکاران در همه نمودها اصلا نمودهای گوشتین که بیشتر مردم تاجیک نتیجه میدادند میگفتند که ما به فینال میبریم در نهایی لیکن نام ما اونجا نیست. همین چیز در سپردگان خلق‌های SSR شده بود. نسبتی شادروان سید مومن رحیمov نسبتی خدادر باقیوف محمدعلی عبداللهیف همه خیلی بسیار نسبتی پهلوان‌های خوبی ما همه خیلی نادیده گرفتن میشدن. لیکن استقلالیت امروز خوشبخت‌ترین جوانان نسل استقلال از آن است که آنها زیر پرچم دولت صاحب استقلال خود برآمد میکنند. این بهترین بخت است. سید مومن رحیمov عضو دسته سامبوچیان اتحاد شوروی به شمار می رفت. در مسابقه های بین المللی زیر لوای اتحاد شوروی برآمد می کرد. همین گونه مثال ها را می توان درباره ورزشکاران نامدار زمان ابراهیم حسنov، برادران میخائیل بایوری لبنوف ها، کمانبر تاجیک زیبانیسا رستمov ابراز داشت. اولین فردی که از تاجیکستان از ملت تاجیک در المپیادای سال 1960 در توکیو اشتراک کرده است. از این ملت این ابراهیم حسنov می باشد که این در تاریخ ورزش تاجیک با خطهای زرین ثبت گشته است. بعدا از او در این مدت مدال طلای بازی‌های المپیک سال 1972 از شاگردان شادروان استاد حسنov یوری لبنوف و به تاجیکستان وارد گشته است. زیبانیسا رستمov سال 1975 عنوان چمپیون جهان از نمود کمانبری را به دست می‌آورد. وی دارنده مدال برنجی در المپیاد مونترال سال 1976 چمپیون بسیار کرده مسابقه های بین المللی و اتحاد شوروی می باشد. اما همه این در چی وضع و شرایط و امکانات به میان می آمد؟ چی پیشامدهای پس سر می شد تا به مسابقه های بین المللی راه یابند؟ امکانیت های محدود داشتند. به مثل امروزه آنها امکانیت نداشتند که فرهنگ ملی جمهوری تاجیکستان را به واسطه ورزش در عرصه بین المللی معرفی کنند. آنها امکانیت نداشتند که پرچم ملت ما را بردارند یا اینکه در اون مسابقه های بین المللی که شرکت میکردند نمیتوانست که سرود ملی جمهوری تاجیکستان نواخته شود. در فوتبال دسته پامیر دوشنبه بار معرفی فوتبال تاجیک را در مقیاس دولت‌های اتحاد شوروی بر دوش داشت.
مدت بیش از 20 سال این دسته در لیگ اول فوتبال اتحاد شوروی بازی میکرد و تنها در سال 1988 به دسته پامیر دوشنبه میسر شد که به لیگ عالی فوتبال اتحاد را خط بگیرد، اما تنها چند سال در لیگ عالی بازی کرد و خلاص. Когда распалось, значит, мы единственное, что приобрели, мы приобрели, значит, свой чемпионат, внутренний, наш чемпионат таджикский, значит, вот. А чисто так, в потере, то, что игровой практикой и дальнейшее совершенство мастерства после этого немножко упало. Вот это, конечно, для нас была большая потеря. Но постепенно, значит, стали уже сами в своем чемпионате участвовать, молодежь стала наигрываться. سال 1992 گرزانداز تاجیک اندری عبدولیوف غالب بازی‌های المپیک بارسلونا می‌گردد، اما در آن هنگام پرچم ملت پرافشان نشد. هنگامی که سال 1992 اندری عبدولیوف مدال طلایی بازی‌های المپیک را کسب کرد، در آن لحظه پرچم جمهوری تاجیکستان برداشته نشد و سرود ملی جمهوری تاجیکستان نواخته نشد. 27 ایون سال 1997 با کوشش و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر مسکو سازشنامه صلح و رضایت ملی به امضا رسید. با به امضا شدن سازشنامه صلح آهسته آهسته اکثر ساحه‌های حیات رو به بهبودی آورد. این دگرگونی‌ها در سمت ورزش و سالمی جامعه نیز به خوبی مشاهده می‌شد. ورزشکاران ما در مسابقه‌های بین‌المللی برآمد می‌کردند و حمایت از ورزش و شرف ملت خویش می‌نمودند. در جمهوری صدها تالار و ورزشگاه‌ها بنیاد می‌شدند که این بنیادکاری‌ها امید جوانان را نسبت به آینده درخشان کشور بیدار می‌ساخت. اکنون زمان سازندگی‌ها فرا رسیده بود. پس از خاموش کردن علنگه جنگ شرمندی و به وحدت رسیدن، ساحه ورزش رو به رشد آورد. مثلا اگر که ما نتیجه های سالهای 92 تا 97 نگاه کنیم، قریب که ورزشکاران ما نتیجه خوب نداشتند، چون که اگر در وطن تنجی آرامی نباشد، در دل هیچ کس چیزی نمی گنجد. بنابراین همه اون کامیابی های ورزشکاران تاجیک پس از به دست آمدن وحدت ملی است. نادره ایساییوا، استاد ورزش درجه بین‌المللی، قهرمان بسیار کرته جمهوری تاجیکستان و 3 کرات قهرمانی آسیا آید به تکواندو ETF. تولد نادره به سال 1994 راست می‌آید، یعنی زندگی و فعالیت او در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان است. بنا به گفته وی، زمانی به وحدت رسیدن را در خاطر ندارد، اما همه موفقیت‌های ورزشیش را به این سنه برای مردم ما مهم مربوط می‌داند. سال 1997 ما به وحدت ملی رسیدیم
اون وقت من دخترک مایده بودم. با گذشت ایام که وقتی که من بزرگتر می شدم من می فهمیدم که چی مقام دارد، با مردم ما چی نقش دارد. مثل هزاران نفری که در همین وطن آرام ما کار و زندگی میکنن، من راه خودم را یافتم در ساحه ورزش. چندین سال من مشق میکنم، پرچم برداری وطن هستم. در چندین مسابقه جای نمایان را، جای اول را اشغال کردم و این برای من یک افتخار است. در همه مسابقه نتیجه نقص را رسوایی گشتم، خودم را خیلی نقص نشان دادم. محترم جناب یالی در یک برآمد خود گفته بود که هر یک شخص، هر یک نفر درخت میشیناند و میوه او را در یک سال یک مرتبه میگیرد. درختی هست که با نام وحدت در 4 فصل، در هر یک لحظه، در هر یک ساعت از میوه های شیرین او علاقه ما چشیده ایستاده ایم. شکرانه وحدت ملی و شکرانه راهبر دولت که امروز تخم وحدت را کاشت و پرورش کرد و که ما شهروندان تاجیکستان از میوه های او چشیده ایستاده ایم. بعد این همه پریشانی ها، ساحه ورزش در جمهوری آیسته آیسته مجرای دیگر می گرفت، از جمله فوتبال نیز. دسته های نو با وجود می آمدند. در جمهوری ما اکنون لیگ ملی فوتبال تشکیل شد و تیم ریگری تدس 7 مرتبه عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورد و 3 بار غالب جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. سال 2006 تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در شهر دکه بنگلادش در مسابقه جام دولت‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا غالبیت به دست می‌آورد. این پیروزی یکی از اولین دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان صاحب استقلالی و پس از به میان آمدن صلح و سازش میان تاجیکان میباشد. Да, это был первый, год, когда разыгрывался Кубок Вызова, и мы завоевали этот кубок в Бангладеше, мы участвовали в этой финальную часть, обыграли там, киргизов, Бангладеш и стали обладателями этого первого Кубка Вызова. در 2007 قید کنیم که دسته منتخبی تا سن سال 17 ساله که اون وقت سرمربی پولاد قادری بودن، دسته 17 ساله ما چمپیوناتی رو معرفی میکردن. از این 4 دولت یک تا تاجیکستان بود. برای همین این برای ما و برای ملت تاجیک یک افتخاری بود و تمامی مخلصان فوتبال انتظار بودن. سال 2007 دسته استقلال شهر دوشنبه تأسیس شد. چندین بار و این دسته میسر شده است که قهرمان تاجیکستان گردد و 2 مرتبه به مرحله نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یابد و مقام دوم را به دست آورد. نوگانی ها در ساحه فوتبال تاجیک کم نیستند، اما مهمترین آنها راحت گرفتن فوتبال بازان تا 16 ساله و 19 ساله تاجیکستان و چمپیونات آسیا می باشد. خیلی هم خوب پس از ضربه شریف بیگ رحمتوف
با زدن گل دست یافت و اشتباه دروازه‌بان عموم که نتوانست توپ را داشته بگیرد با گل انجام یافت. به نهایت عالی. من 35 نفر دعوت میکنم. уже قید کردم که سوغدا بچه خطلونا خوب نوشتم در چه قید کردم. اینا رو که ما دعوت میکنیم تا 35 نفر دعوت میکنیم. تایرمون رو میبینیم. پس از 11 سال با به امضا رسیدن سازشنامه صلح و رضایت ملی در المپیاد شهری پکین سال 2008 پهلوان نامدار تاجیک رسول باقیوف مقام سیوم و مدال برنجی المپیاد را به دست می آورد. مدال برنجی رسول باقیوف در زمان صاحب استقلالی از نخستین مدال المپیایی تاجیکستان آزاد می باشد. اما این دستاورد یگانه در آن المپیاد نبود. پهلوان دیگری تاجیک یوسف عبدالسلاموف در کشتن طرز آزاد مقام دوم و مدال نقره المپیاد را به کشور می آورد. محض با شرافت وحدت ملی و صلح و آرامی در جامعه امکان پیدا شد که با عنوان ما در ساحه‌های گوناگون جمهوری پیشتاز باشند. همچنین در ساحه ورزش. در المپیاد شهر لندن سال 2012 مستندبانوی تاجیک موضوع‌نچاری و پرچمبرداری کرد و بالاخره با به دست آوردن مقام سیوم مدال برنجی را به کشورمان آورد. نه تنها در المپیاد و در بسیار مسابقات یگان ورزشکار احساس خودش را گفتن نمیتواند و من آن چیز را حس کردم وقتی که در مابین 200 چند دولت روی دنیا متوانستیم جایزه داشتیم و مدال را به دست بیاریم. این بهترین برای من بود که ما دست خالی به وطن برنمیگردیم و باوری که در همه ورزشکارا داشتن مردم تاجیکستان متوانستن نشان داده که ما میتوانیم در روی دنیا یک ورزشکارایی باشیم که ما را فراموش نکنند. وحدت بر ما امکانیت داد که در تالارهای ورزشی که امروز در سطح بین المللی است در آنجا ما تعمیر کنیم با استادانی که ما درجه بین المللی دارند با اون کسا مشق ورزی کنیم که اون کسا توانند ما را تا المپیاد یا اینکه تا بازی‌های آسیایی و جهانی ما را تیار کرده و نتیجه خوب کنیم. فضای آرام و آسایشته کشور باعث آن گردید که همه ساله در مملکت صدها تالار و ورزشگاه‌ها، میدان‌های خرد و بزرگ ساخته شوند و نورسان و جوانان در آنها تمرین نمایند. طول چند سال اخیر کارهای سازندگی باز هم وسعت گرفت. در هر یک محله، ناحیه و شهرهای کشورمان لایحه‌های بزرگی ساختمان این یا آن انشاءات ورزشی عملی می‌شوند. همه این از فضای آرام و آسایشته کشور و وحدت ملی سرچشمه می‌گیرد. بعد واخوری 20 دکبر سال 2010 جناب عالی با ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در یک تکانی بزرگ در پیشروی ورزش جمهوری تاجیکستان دیده شد که امروز ما پیش رو آن تالارهای ورزشی که پیش از استقلالیت بودن، پیش از وحدت ملی بودن، با طلبات‌های زمانوی یک جوابگو نبودن و در داخل کشورمان یگان چاره‌بینی بین‌المللی گذرانده نمی‌توانستیم. امروز خوشبختانه با شرافت وحدت ملی، با شرافت استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان ما می‌توانیم در تمام چاره‌بین‌های بین‌المللی را با اشتراک شماره زیادی دولت‌های بین‌المللی گذرانیم. سال 2016 ورزشکاران رشته قیقرانی از مسابقه جام آسیا با 7 مدال برگشتند که این دستاورد خوب است در سالهای اخیر. زیرا چند پیشتر این ساحه ورزش در ما قریب رو به نیستی آورده بود. این مسابقه که در سمرقند گذشت خیلی هم سخت گذشت به سطح بین المللی که بیش از 15 دولت اشتراک داشتند. من توانستم که در مسافت 1000 متر جای دوم را گیرم در این مسابقه.
дар бисёр мусобиқаҳо иштирок кардем ва ба натиҷаҳои хуби варзишӣ ноил гаштем. Медали тиллои бозиҳои Осиё, чемпионати Осиё ва медалҳои ҷоми Осиё 7 медал. дастовардҳои варзишгарони мо дар куштини самбову ҷудо дар замони соҳиби истиқлолӣ қобили таъкид аст. варзишгарони мо дар бо нуфузтарин толорҳои дунё баромад намуда унвони қаҳрамонҳои ҷаҳон, қаҳрамони Осиёро соҳиб шудаанд. аз ҷумла дар куштини ҷудо паҳлавони номдори тоҷик Комроншоҳи Устопириён 2 маротиба чемпиони Осиё гардид ки дастоварди ӯ дар таърихи варзиши кишвар бори аввал аст ки ба вуҷуд меояд. дар таърихи ҷудои кишвар мо медали тиллои чемпионати Осиёро надоштем ва хушбахтона дар ин ҳамаш ғамхориҳои пешвои муаззами миллат сарвари кишвар ҷаноби олӣ муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон соҳиби истиқлолият ҳам ваҳдати миллии буд ки мо тавонистем ки дар чемпионатҳои Осиё ва чемпионати ҷаҳон парчамбардори миллати худ бошем ва хушбахтона ба ман муяссар гардид ки 2 сол пайдар ҳам соли 2016 ва 2017 қаҳрамони Осиё дар ин намуди варзиш гардам. ҷудокорони мамлакат ба бисёр натиҷаҳои назаррас ноил шуданд ки масалан натиҷаи Комроншоҳи Устопириёнро гирем ки аввалин шуда дар таърихи ҷудои тоҷик чемпиони Осиё шуд, сазовори медали тиллои ин чемпионият гашт. албатта дар риштаи куштини ҷудо ин дастоварди ягона нест. ҳамасола дар ҷумҳуриямон ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини ҷудо баргузор мешавад ки паҳлавонон аз гӯшаҳои гуногуни дунё дар он иштирок мекунанд. яке аз чорабиниҳои муҳими федератсияи мо на танҳо чорабини ин фахри федератсияи мо аст ки ҳар сол мо 5 октябр ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро мегзаронем. дар он зиёда аз 18-20 давлати дунё иштирок мекунанд. дар шаҳри Ваҳдат бо дастгирии ҳукумати иҷроияи шаҳри Ваҳдат ин мусобиқа гузаронда шуд. дар ин мусобиқа беҳтарин паҳлавонони ҷаҳон иштирок карданд. баъзе онҳо дар бозиҳои олимпӣ ки дар давлати Бразилия шуда гузашта буд иштирок карданд. Станислав Бондаренко нодира исоева соли 2018 аз якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ бо медали тилло баргашт. ӯ чемпиони чандин каратаи Осиё оид ба теквандо ва кикбоксинг мебошад. агар субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар набуд, шояд ин дастовардҳоро соҳиб намешудам, мегӯяд Нодира. якум мусобиқам ки аз кишвар берун буд, чемпионати Осиё буд ки дар шаҳри Алмато гузашта буд. дар онҷо ман сазовори 4 медали тилло шудам. ба чандин барномаи теквандо баромад кардам, ғолиби 4 медали тилло шудам. якумаш спарринг, тили, спарринги dastavӣ, тили dastavӣ ҷои аввал шудам. якум бор ки парчам боло шуд, барои ман ин ҳиссиёти фаромӯшнашаванда буд ки ман якум бор дар педестал баромадаму ҷои аввалро гирифтам. баъд дар ҳамон ҷо ман фаҳмидам ки ваҳдат чӣ ҳаст, оромӣ чӣ ҳаст, истиқлол чӣ ҳаст. бозиҳои олимпӣ
قله بلندترین برای ورزشکاران به شمار می رود. در زمان صاحب استقلالی کشور و ورزشکاران ما میسر شده است که 2 مدال برنجی، 1 نقره و نهایت مدال طلای المپی را نیز به دست بیاورند. سال 2016 شهری ریو دی ژانیرو. گرزانداز تاجیک دلشاد نظرов این وقتی ما غالب میشیم پرچم دولتی ما پرافشان میشود. دلشاد نظرов در چندین مسابقه های آسیایی و بین المللی اشتراک کرده است. ولی برای وی از همان لحظه حساس ترین غالبیت در بازی های المپی احساساتی است که بیان کرده نمیتوانم. مرا حس افتخار فرا میگیرد، افتخار از ملت و دولت خود. صلح و وحدت ملی با ورزش جمهوری تاجیکستان امکانیت بخشید که ما رشد کنیم و صاحب مدال های بازی های المپی شویم. امروز که ما میبینیم خیلی دخترها زیاد شد، سطح دخترها در همه نمود زیاد شد، این همه رو وحدت داد. وحدت ملی برای فوتبال تاجیک بسیار پیشروی خوب داد. وحدت برای ما امکانیت داد که ما در بزرگترین تالارها از نام کشور خود برآمد کنیم. همه هموطنان خود را با عید وحدت ملی تبریک و مبارکباد میگویم. در تاریخ نامه هر ملت صحیفه های عبرت‌آموز موجودند که آن در راه منبعه آن خلق نقش می‌گذارد. برای ما تاجیکان چون صحیفه عبرت بخش و چراغ راهنما وحدت ملی است که بیشک راه مبارکباد میگویم. در تاریخ نامه هر ملت صحیفه های عبرت‌آموز موجودند که آن در راه منبعه آن خلق نقش می‌گذارد. برای ما تاجیکان چون صحیفه عبرت بخش و چراغ راهنما وحدت ملی است که بیشک راه گشاد برای فردای درخشان تاجیکستان آزاد.